را مورد بهره‌برداری قرار دادند. ضمن معرفی این مرکز که از 4 آشیانه عبارت است به پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اطلاع داده شد که انشاء از طرف جمعیت دارای مسئولیت محدود غالب جان خالف قامت افروخته است. در آشیانه یکم بینای مرکز داروخانه جایگیر می باشد. در اینجا نمودهای گوناگون مواد داروواری استحصال وطنی به فروش گذاشته شده است. تمام مواد داروواری و محصولات طبی که در داروخانه مرکزی تشخیصی و طبابتی اسماعیل به فروش گذاشته شده است صفر وطنی می باشد. در یک قسم داروخانه گوشه گیاهدرمانی تأسیس یافته است. واقعا طبیعت بینظیر تاجیکستان داروخانه طبیعی را میماند که زیر آسمان کشاد جایگیر می باشد. 3 آشیانه بالایی مرکزی تشخیصی و طبابتی اسماعیل، اتاقهای کاری، حجره‌های طبابتی دندان، تشخیص امراض زنانه، آزمایشگاه‌های تحلیل خون، حجره‌های بستری کنانی، آشخانه و دیگر انشاءات یاری رسان را در بر می‌گیرد. اینچنین در بینای همین مرکز کارخانه استحصال داکه‌های طبی به فعالیت شروع نمود. کارخانه مذکور نیز از جانب جمعیت دارای مسئولیت محدود غالب جان خالف ساخته شده. اقتدار استحصالی آن سالانه زیاده از 1 میلیون بسته داکه طبی می باشد. محصولات استحصال شده به طلبات جهانی جوابگوی است. کارخانه استحصال داکه‌های طبی جمعیت دارای مسئولیت محدود غالب جان خالف با دستگاه‌های استحصالی زمانوی مجهز گردانده شده است. محصولات استحصال شده در داروخانه و دیگر نقطه‌های فروش مواد داروواری جمهوری به فروش برآورده می‌شود. رهبریت جمعیت نقشه دارد که در آینده فعالیت کارگاه را وسیع کرده استحصال دیگر نموده محصولات طبی و داروواری را نیز به راه مانند.